هنگام گاز و یا زغال گرفتگی چی کنیم؟ در فصل زمستان جدا مواظب حیات خیش باشید. در این فصل همه مردم منازل و اتاقهای رهایشی خیش را گرم می کنند، ولی توجه و دقت بیشتر باید داشته باشند تا به خطر گاز گرفتگی مواجه نشوند. علائم گاز و یا زغال گرفتگی: این مسمومیت با گاز مونوکساید کربن می تواند به سردردی، سرگیچی، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری، بیهوشی و حتی مرگ می گردد. اولین و مهمترین اقدام برای نجات فرد که دچار مسمومیت با گاز مونوآکسید کربن و سایر انواع گاز گرفتگی شده است، رساندن اکسیژن و هوای تازه به فرد بسیار ضروری است. به همین دلیل به محض مشاهده فرد که دچار گاز گرفتگی شده باید کلکین و پنجره ها را باز کرد تا هوای تازه سریعاً وارد اتاق شود و در صورت امکان فرد گاز گرفته را به پنجره نزدیک کنید. سپس منبع خروج گاز را باید شناسایی و قطع کنید. فرد گاز گرفته را هرچه زودتر به شفاخانه منتقل نمایید. در این شرایط زنان باردار، کودکان و سالمندان زودتر از سایر افراد آسیب دیده کمک شوند. بلافاصله دستمال مرطوب جلو دهان و بینی باید گرفته شود تا اطرافیانی که وضعیت بهتر دارند دچار گاز گرفتگی نشوند و تا رسیدن شفاخانه هیچ نوع خوراک یا نوشیدنی به فرد گاز گرفته داده نشود، چون به دلیل حالت دلبدی احتمال خفگی بیشتر می شود. بخاری و یا چریهای نامناسب یا عدم نادرست لوله‌های بخاری گازی یا تیلی، سوختن ناقص چوب در چری، سوختن ناقص سنگ زغال، بدکار کردن اجاق غذاپزی آشپزخانه، سوختن ناقص یا نامناسب آبگرمی گازی داخل حمام خانه و در محیط دربسته از دلایل عمده مسمومیت با گاز مونوکساید کربن می باشد. برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکساید کربن، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، اطمینان از لوله‌های بخاری، بازبینی صحت کار و وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش همچنان ضروری است. همچنین از بخاری گازی بدون دودکش نباید استفاده کرد. دودکش بخاری هرچی کوتاه‌تر و مستقیم باشد بهتر است و دودکش های بالای پشت بام باید دارای کلاهک های مخصوص باشند و حداقل 75 سانتی متر از سطح بام بالاتر باشند. در فصل سرما همه دریچه های جریان هوا را در منزل یا محیط کار مسدود نکنید. لطفاً نحوه استفاده از وسایل گرم کنها را برای فرزندان خود نیز بیاموزانید.